سلام چطورین؟ این اولین ویدیوی من توی یوتیوبه. قراره امروز منو توی خونه و سر کار ببینید. اینم از صبحونه من، 2 تا تخم مرغ. صورتمو با آب شستم، اصلا نیازی نداره صورتتون رو با ژل شستشو بشورید. حالا نوبت اینه که یه دونه سرم بزنم. سرم من سرم نیاسینامیده، خیلی خوبه برای پوست. اول سرممو میزنم و میذارم کامل جذب صورتم بشه. نوبت آبرسانه. من از این آبرسان استفاده میکنم، کیفیتش خیلی خوبه. آبرسان مرطوب کننده است. بیا بیرون. اینم از آبرسانم و میذارم کامل جذب پوستم بشه. من این ضد آفتابو میزنم، کیفیتش عالی و سبکه. و در آخرم بالم لب میزنم. خب نزدیک 1 ساعتی که برقا رفته و خیلی گرمه. اومدم آماده بشم که ساعت 1:30 باید برم سر کار و کارمو بالاخره میخوام بهتون نشون بدم که خیلی پر انرژیه. حتما تا آخر ویدیو ببین. فقط یه کوچولو کانسیلر میزنم، خیلی کم. و پخشش میکنم. این دیگه در اصل آرایش نیست، یه آراستگی میشه گفت. ریمل. خب این از چشام و یکم روژگونه، یکم روی بینی. ببین خدایی چرا کرم پودر ضد آفتاب رنگی میزنی؟ حیف نیست؟ خب و در آخر یه ذره خط لب و روش. ضد آفتاب رنگی این کرم پودرها رو به پوستت نزن. ببین من نزدم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خب من آماده شدم که بریم. الان ساعت 1:30 و من نیم ساعت تو راه. الان ساعت 6 و من کارم تموم شده. خیلی خستم